اولین قدم برای تغییر خودت و زندگیت به اون شکلی که میخوای، تغییر گفتگوهای ذهنیت هستش به اون شکلی که میخوای. عشق من، ما انسان ها به خاطر تکاملی که داشتیم تمایل به منفی گرایی داریم. این حرفای منفی تو ذهن همه ما داره میچرخه، ولی من و تو اصلا مجبور نیستیم باورش کنیم، چون حقیقت نداره. به محض این که باورش کنی میشه حقیقت زندگی تو. پس برای این که بتونی اون چیزی که اون بیرون داره اتفاق میفته، اون حقیقت زندگیت رو تغییر بدی، اول باید این چیزی که درون داره اتفاق میفته رو باور نکنی و بعد کم کم به شکلی که خودت میخوای تغییرش بدی. وقتی که دائما میگه نمیتونی، نمیشه، تو بی ارزه‌ای، تو پیری، تو دوست داشتنی نیستی، خیلی سخته، ترسناکه، نگرانی آینده، وقتی که نار داره میگه تو اصلا مجبور نیستی باور بکنی. یعنی چی باور نکن؟ چی کار کنم؟ یعنی چجوری باور نکنم؟ تو یه نفر وقتی که میدونی دیگه همش داره حرفای چرت و پرت و دروغ میزنه، چطوری بدون اینکه اصلا جوابشو بدی بلند میشی میری رو تو میکنی اونور، محل رو ترک میکنی، خودتو با یه چیز دیگه سرگرم میکنی، اصلا توجه نمیکنی به حرفش؟ دقیقاً همینطوری هم باید حرفای منفی ذهنت رو باور نکنی. ببین، منفی و مثبت بودنش، درست و غلط بودنش اصلا مهم نیست. مهم اینه که به محض اینکه تو باورش بکنی، بهش توجه کنی، میشه حقیقت زندگی تو. قطعاً اوایلش برای تو هم مثل من سخت خواهد بود، چون اینکه یهو بگی حرفای تو ذهن تو باور نکن. تو تا الان فکر می‌کردی که این تنها منبع اطلاعاتت، یک منبعیه که داره بسیار موثق و علمی و آگاهانه داره باهات حرف میزنه و همه چی میدونه، تو رو خیلی خوب میشناسه و تو باید طبق اون رفتار کنی. نه، اینا اصلا حقیقت نداره. شروع کن حرفای خودتو جایگزینش بکن. اگه الان میگه نمیشه، نمیتونی، بی ارزه‌ای، افسرده‌ای، یهو تبدیلش نکن به یه چیز خیلی خارق العاده. نه، آروم آروم بگو چرا که نه. منم بلند میشم، کم کم یاد میگیرم، کم کم قدممو برمیدارم، روزی یه قدم کوچیک، هفته یه قدم کوچیک. چرا که نه؟ به حرفای قشنگی قدیمی‌ها میزدن. خدا بزرگه، میسپارم. خدا منم دوست داره.